ای بنده بیا به زیارت جام رویم. ای بنده بیا به زیارت جام رویم، زیرا رسول گفته باشد مبارک است. السلام ای یاری جان، السلام ای یاری جان، دل مشتاق دیدار شماست، بلبل دل پاره گلبرگی رخسار شماست. شکر آن را می کنیم، شکر آن را می کنیم، دل ما از سنگ نیست، بهر یار و دوستان کاشانه ما تنگ نیست. ای آرزوی جانم از ما سلام بابد، ای راحتی رهانم از ما سلام بادد. اینو تدای از آلی در وایتی کمانی، ای باد انبری روی گر بگذری از این کوی، بر گوش داماد و عروس گو از ما سلام بادش. حالا سلام علیکم مهمانان عزیز و نزدیک آمده. من شخصا نظامی خود از آمی کلی هنرمندان اینجا حضور داشته، داماد و عروسی نازنین، شاهنشاه امروزه نیکروز جان و گل عروسک نازنینش شبنم بانو که امروز این دو نوجوان توی دامادی و عروسی دارند. از صمیم قلبی جوانی تبریک و مبارکباد گفته بهرشان تمام خوشی های زندگی را تمنا داریم. خدا کند که با آمد گل عروسک نازنین در این خاندان همیشه شادی و نشاط پیدا هم باشد. و خدا کند که علمان کبوتری بختشان در آسمان بی‌غبار زندگی همیشه بلند پرواز باشد. و میگیم نیکروز جان، عروسی و دامادی فقط درون انسان یک بار می آید. عروسی و دامادی فقط درون انسان یک بار می آید، چنان پربار می آید، چنان سرشار می آید. نیکروز جان، فقط کس می شود خوشبخت، فقط کس می شود خوشبخت اگر باشد او با یک بخت، او با یک خانه و یک دل، او با یک بالین و یک سر. احتیاط باش، احتیاط باش تو ای داماد، به مثل شانه و شمشاد حیات بخت شیرینت، نگاه های نخستینت از این لحظه های زیبای وصال زندگی آغاز می گردد. و میگیم صدای تارونه آمد خوش آمد و گردش جامی می آمد خوش آمد بروی خاندان پاک دامن، عروسی نی پی آمد خوش آمد. خدا کند که دوستانی عزیزان ما کشتی وقتی این دو نوجوان به شکست تاریخ تا به ساحل برسد. یارو دوستان نزدیکان پیوندان یکی شما را به این درگاه اولا خیر و مقدم گفتن نوری دیده تاج بر سر میگیم. و گفتن نموند که امروز بهترین هنرمندان، بهترین روشگران و بهترین نوار برداران حضور دارند که استودیوی دیدار تحت رهبری اکوی عزیز ارجمند ما اکوی الهام جان، خدا بینه که شما را هم خیر و مقدم و نوری دیده تاج بر سر میگیم. دوستانی عزیز نگفتن نماند امروز برای شادباش گفتن این خاندان و برای شادباش گفتن داماد و عروس نازنین، بهترین هنرمندان، بهترین روشگران و بهترین نوازندگان حضور دارند. اما با اسباب‌های ضربی و تکنیکی و نفسی تحت رهبری یک هنرمند مردمی تاجیکستان، هنرمندی که همیشه از عشق قصه می‌کند، هنرمندی کلابزایون روی صحنه دعوت کرده باشیم باید احترامی بینهایت زیاد روی صحنه استاد عزیز ارجمند ما نجیب الله سید اولا داماد عروسی نازنین به شما اجازه میدهید به نعمان تخت شاهانه خود بنشینید. داماد عروس عاشق خانه بنشینید. مبارک باشد این بخت و تخت. مرحمت نجیب الله سید میگیم استاد عزیز صدایت اهل دلها را خوش آید، صدایت اهل دلها را خوش آید، گریه درمانان را خوش آید. استاد غزل خان بلبلی بسیار دیدم، غزل خان بلبلی بسیار دیدم، ندیدم بلبلی به مثلت سرایت ای نجیب الله سید. مرحبا نیکروز جان دادر عزیز توی مبارک شما.